سلام و درود. امروز برای شروع کار که کلا کار گوهرتراشی رو شروع کنید، شما نیاز دارید به یه موتور محک 175 که یه سر شفتش 3 نظام داره و یه سر شفتش فرچه داره که این قسمت فرچه رو باز میکنیم. این قسمت هم یه سنگ الماسه داره که برای سنگ خوب نیست. قسمتی این سمت سینیش رو باز میکنی، پیچش رو دوباره میبندی که آب نفوذ نکنه به داخل. این ور هم همینجور. من این ستا رو نبستم که باید پیچش رو فکر کنم بسته بودم، چون با خاطر لرزشی که داشت باز شده. اگر اینو نبندی آب این قسمت میره، این قسمت برین زنگ میزنه و دستگاه به زودی خراب میشه. سعی کنید ما یک بار سرویس کنید، قسمت ها گریس بزنید که دستگاهتون سالم بمونه. خب برای اینکه بتونید کار با این محک شروع کنید، شما باید یک قسمت این دستگاه رو فیکس کنیم به یه میز یا یه چیزی که حرکت نکنه. حد امکان این 4 تا پیچ رو با یه پیچ مهره‌ای ببندید محکم باشه. خب برای شروع کار شما نیاز دارید به یه سگمنت 80 یا درجه 60 برای تراش و برای برش هم یه راهبر حد امکان 20 سانت. بیشتر از 20 سانت محک جواب نمیده، چون قدرت بالایی میخواد و تحمل بالاتر این صفحه نداره. خب قطر اینا با این شفت نمیخونه. کلا کارخونه اصلا این دستگاه رو برای کار گوهرتراشی ساخته نشده، ولی تنها کیسی که ما در بازار داریم همین دستگاه است. برای اینکه شما بتونین اینو به دستگاه وصل کنین نیاز به رابط دارین. این رابط رو میتونین از تمام ابزار فروشی های گوهرتراشی تهیه کنین یا بدین تراشکاری براتون درست کنه. مثلا این 2 قسمت داره، یکی برای نازک باره یکی برای سخت بار. خب برای این قسمت بازم شما میتونید مثل گوش اونور تهیه کنید که میاد این قسمت قرار میگیره، این سگمنت که میتونید کار رو شروع کنید. ولی من برای این قسمت چون نمیخواستم به شفت دستگاه نزدیک باشه، خودم یه دست به ابتکار زدم که بهتون توضیح میدم. بذار من 3 نظام رو باز کنم.
اینجا 2 تا پیچ داریم. اولی رو میبندیم. این پیچه رو یه ذره به جلو میاریم. خب برای اینکه سگمنت تاب بر نداره نیاز داریم به یه پولکی به این قطر این قسمت قرار بگیره، پشت این قرار بگیره، پشت سگمنت قرار بگیره که هرچی پشتش محکم تر باشه سگمنت به خوبی کار میکنه. خب زمانی که من این سگمنت رو خریدم قطر این یه ذره کوچیک‌تر بود. برای که من بتونم این قسمت شفت محک رو قرار بدم نیاز داشت که یه ذره قطر اینو بزرگتر کنم که با این مته های الماسی یه ذره بزرگتر از این تو اینو بزرگتر کردم برای اینکه فیکس بشه با این من بزرگتر کردم و فیت این قرار گرفته. یعنی شما اگر بخواید اینجوری جلو پایین کنی این قسمت فیکس و محکم. خب بعدش دیگه بیه پولکی دوباره نیاز داریم برای اینکه فیکس بشه. خب بعد سه نظام وقتی میخوایم فیکس کنیم باید خیلی دقت کنیم که دستگاه تو بهترین حالت در جای خودش قرار بگیره. من سفتش کنم با اما قلفی و بریم برای تست روشن شدنش. خب ما دوستان موتور گذاشتیم سر جاش ولی پیچاشو هنوز نبستیم. بخوام یه تست بهتون نشون بدم. بریم برای روشن کردنش. خب برای اینکه بفهمیم تاب داره یا نه شما از پست سگمنت به آرامی دستتون بذارین، نباید به دستتون لغت بزنه. برای اینکه تست کنیم نحوه قرار گرفتن سنگ به صدای کراش گوش بدیم، مشخص میشه که تاب داره یا نه. میبینید که یه تیکه یه صدا یه نواخت داره. خب الان قسمت برش دستگاه رو من به شما نشون میدم که الان در حال حاضر تاب داره. یعنی الان مشخصه که سمت برش به درستی خوب فیکس نیست، داره لغت میزنه. کلا این دستگاه برای کار دیگه است و هر کاریش کنی نمیشه مثل روز اول برای دستگاه گوارترشی و من خیلی زمان رو گذاشتم هر کاری کردم نتونستم اینا رو اونجوری که دوست دارم تنظیمش کنیم، ولی خب دیگه تنها راه چارمون همینه
میشه هم تنظیم کرد تا حدودی، ولی خب دیگه نهایتش شما باید چند بار اینو باز و بس کنین تا تو بهترین حالت خودش قرار بگیره، چون این تبدیل با یک صدم اشتباه تاپ برمیداره. الان این راف منم تاپ برداشته. دیگر نگاه کنین این قسمت، نگاه کنین مشخصه که تاپ داره. عدل امکان طوری طراحی کنین که زمان شما پیچ دستگاه را نوستین دستگاه رو روشن کنین که دستگاه سر جای خودش قرار بگیره، یعنی بدون هیچ لرزشی. من به خاطری که این قسمت کامل میخوام بپوشونم سگمنت آوردم اینجا، این قسمت آوردم. اگر بخوایم این تبدیل رو بگیریم سگمنت میان اینجا قرار میگیره و مانور کمتری داره نسبت به اینجا. و یه خوبی که داره بیشتر میتونیم مانور داشته باشیم براش و آسیبی کمتری به این قسمت میرسه. و در آخر چیزی که میخواستم از تجربه خودم بهتون بگم، به هیچ وجه از این قسمت یک برای CBN استفاده نکنید. من این CBN رو قبلا با یه رابط بس کردم به سر سه نظام که این بسیار بسیار کار خطرناک و هم به دستگاهتون آسیب میزنه، هم به سه نظام، هم به شفت دستگاه. این وزن بسیار بالایی داره و به هیچ وجه سر سه نظام وصل نکنید. حتی امکان از این رابط ها تهیه کنید برای CBN و نهایتاً که اینجا قرار بگیره روی خود شفت دستگاه، به هیچ وجه سر سه نظام استفاده نکنید. بسیار کار خطرناکی و حتی CBN شما دچار تاپ برمیداره و قسمتی از CBN میره پایین و قسمتی میمونه بالا و که دستگاه رو از حالت استاندارد خارج میکنه و شفت دستگاه تاپ برمیداره. بعد مورد بعدی، شما رافور عدل امکان سعی کنید به اون سر دستگاه وصل کنید، سر شفت دستگاه باشه بهتره. نهایتا این قسمت فقط برای نازک پر خوبه و برای پد پولیش که سر این سه نظام بسته میشه، برای پولیش و نهایتا برای سوراخکاری سنگاتون میتونن از این سه نظام استفاده کنین و برای از این گردبارهای سبک میتونیم برای سوراخ کردن سنگ ها برای ساخت انگشتر و این از این گردبار استفاده کنیم. و کلا برای قطعه سبک سر سه نظام استفاده کنیم، به هیچ وجه از قطعه سنگین سر سه نظام استفاده نکنید. موفق و پیروز باشید تا جلسه بعد. خدا نگهدار.